نیمه دوم روز 8 ینور در نزد بازار کاروان، بزرگترین بازار شهری دوشنبه، یک اتوبوس به 3 ماشین دیگر برخورده 3 رهگذر را پخش کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حادثه حرکت اتوبوس به سمت پیاده‌گردان را در نزد بازار کاروان شرح داده چنین گفت: سبب حادثه زیر تاثیر داروی برالگین از هوش رفتن راننده است. گفته می شود که اتوبوس با کارخانه کمونالی واحدی دولتی اتوبوس 1 تعلق داشته، آن را راننده شهرت میردانوف اداره میکرد. وزارت کارهای داخلی همچنین در شرح حادثه گفته است اتوبوس هنگامی به سمت مقابل حرکت کردن با اتوماشینه های تمغه خونده سلیاریس، اوپل ویکترا، تویوتا پرادو و اوپل استرا که آنها برای خود حرکت داشتند برخورده است. به نوشته این نهاد در نتیجه مسافری اتوماشین اوپل استرا ساکن شهر دوشنبه شبنم حسن و سال تولدش 1995 که میخواست از اتومبیل فراید زیر چرخ اتوبوس مانده به هلاکت رسید. ذکر می شود که نفران دیگر آسیب ندیدند و از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسولتان نظربایف در پایتخت قزاقستان شهر نورسولتان قرار دارد. در این باره سخنگوی او ایدوس اوکیبای در توییتر خبر داد: البسی در پایتخت قزاقستان شهر نورسولتان است. ما از شما خواهش میکنیم که معلومات بردروغ و تخمینی را انتشار نکنید، نوشته است او. و قید کرده است که نظربایف یک قطار ملاقات‌های مشورتی می‌گذراند و با قاسم جومرت توقایف رئیس جمهور این کشور در تماس دائمی است. اوقیبای علاوه کرده است که رئیس جمهور سابق با سران چند کشور دوست قزاقستان تلفنی گفتگو کرده است. البسی از همه دعوت کرده است که در اطراف رئیس جمهور قزاقستان برای برطرف کردن چالش‌های کنونی و تامین یکپارچگی کشور متحد شوند، نوشته است سخنگوی نظربایف. یادرس میشیم که روز 7 ینور رسانه‌های قزاقستان خبر دادند که رئیس جمهور پیشین این کشور با دخترانش کشور را ترک کردند. با اطلاع آنها در قزاقستان تنها برادر خرده نظربایف بولات باقی ماند. خاطررسان میکنیم اعتراضهای عمومی در قزاقستان در اول ماه ینور سال 2022 برگزار شدند. سبب اعتراض مردم 2 برابر بالا رفتن قیمت گاز مایع بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ینور گفت که طرفخانه یکسرای در دوشنبه به سبب بی‌نظارت گذاشتن کاندیسیونر سوخته است. مقامات میگوید تقریباً به مبلغ 7 میلیون سومانی مال و محصولات را از سوختن نجات دادند، ولی زیانی رسیده را نگفتند. از سوختار هیچ کس ضرر جسمانی نبرداشته است. تحقیق حادثه از جانب گروه کاری ادامه دارد، گفتند در وزارت کارهای داخلی. طرفخانه یکسرای سال پیش مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان به شمار می رود. ساختار بناها و بازارها در تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات بیشتری از این حادثه ها را برای رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری یا رسیدگی کوتاه ناقل ها ربط داده، بعضی را عملی برقصدانه گفتند.